بعد از 1 ماه اقامتم تو دبی تصمیم گرفتم که با اتوبوس برم عمان. با کلی سرچ کردن متوجه شدم که بلیط اتوبوس دبی به عمان رو آنلاین نمیشه تهیه کرد و مجبور بودم به صورت حضوری فقط از تاوانی الخنجری که تو دیره بود بلیط رو تهیه کنم. تو این 1 ماه اصلا مسیرم به دیره نیفتاده بود، ولی رفتم دیدم چه جای گندی بود. بلیط رو تهیه کردم به مبلغ 100 درهم و سفر من با اتوبوس از دبی به مسقط آغاز شد. اتوبوس در کل خوب بود. شارژر USB داشت، جالیبانی داشت و اینکه جای پاشم بد نبود. صندلیاش هم از حد نگذریم راحت بود. و اتوبوس ساعت 3:30 بعد از ظهر حرکت کرد به سمت مسقط. اینم رانندمونه. جالب این که هر گوشه امارات رو می‌دیدی در حال ساختن و آباد کردن این کشور بودن. هر چقدر که بیشتر به سمت مرز عمان می‌رفتیم، بافت بیابونی کمتر می‌شد و منطقه کوهستانی تر می‌شد. 1 ساعت و نیم بعد از حرکتمون رسیدیم به یک شهر مرزی به نام حتا. کارمون تو مرز حدود 2 ساعت طول کشید تا مهر خروج و ورودمون بخوره که وارد عمان بشیم. اینجا مرزبانی عمانه و اینجا دروازه ورود به عمان. توریستایی که تا 14 روز توی این کشور اقامت دارن نیازی به گرفتن ویزای عمان ندارن. اگه قرار باشه بیش از 14 روز بمونی، احتیاج به یک ویزای توریستی دارین که مدت اعتبار اون 1 ماه است. خب من اصلا دارم میرم عمان پیش کی؟ دارم میرم پیش یکی از قدیمی ترین و بهترین دوستام، سلطان دکوراسیون امیر محمودی که کمپانی امیر دیزاین رو داره و تخصصش طراحی و اجرای دکوراسیون فروشگاه‌ها و منازل و شرکت‌هاست که یکی از مشتری ثابتش مکدونالده. کارش حرفه‌ایه و سرش هم خیلی شلوغه و همینجا کلی ازش تشکر میکنم که با این همه مشغله‌ای که داشت منو برد و اکثر جاهای مسقط رو نشونم داد. ما بعد از 5 سال می‌خواستیم دوباره همدیگر رو ببینیم. ازم لایو لوکیشن خواست که بیاد دنبالم. چه خبر؟ خوبی؟ آقا بودی ماشین مبارکه. خیلی ممنون، مرسی. امروز بارون گرفت، بارون شدید. بابا اینجا رو منعکس کردم برات. دمت گرم. خستگی در میره. خب از ساعت 2 تو ماشین الان ساعت چنده؟ خب حالا ببینیم عمان کجاست. عمان تو جنوب شرقی شبه جزیره عربستان قرار گرفته و با عربستان و امارات و یمن مرز خاکی داره، در حالی که با ایران و پاکستان فقط از طریق آب هم مرزه. ساحلش از جنوب شرقی به دریای عرب و از شمال شرقی به خلیج عمان راه داره. عمان ساحل عظیمی به مسافت 3165 کیلومتر داره و اونجا اون بالا 2 تا جزیره داره که توسط امارات احاطه شده. عمان قدیمی ترین دولت مستقل تو جهان عربه با تاریخی طولانی و پرماجرا. از اوایل قرن 16 پرتغالی‌ها بین سالهای 1507 تا 1650 بر بخش‌هایی از این سرزمین به ویژه مسقط تسلط داشتند. بعد از اون عثمانی‌ها وارد صحنه شدند و از سال 1581 تا حدود 1888 نفوذ خودشون رو تو سواحل عمان حفظ کردند. در قرن 18 خاندان آل بوسعید قدرت رو به دست گرفت و با بیرون کردن بیگانه‌ها پایه‌های یک دولت مستقل رو بنا کرد. حکومت آل بوسعید روابط سیاسی و تجاری نزدیکی با ایران داشت، اما شاید مهمترین رابطه با زنگبار بود، جایی که عمان نه تنها نفوذ سیاسی داشت بلکه در قرن 19 پایتخت خودش را از مسقط به زنگبار منتقل کرد. عمان یکی از بسته‌ترین و عقب افتاده ترین کشورهای منطقه بود. سلطان وقت سعید بن تیمور پدری محافظه‌کار بود که اجازه کمترین پیشرفتی رو نمیداد. در سال 1970 پسرش قابوس بن سعید به حمایت بریتانیا در یک کودتایی بدون خونریزی قدرت رو از پدرش گرفت. سلطان قابوس بلافاصله دست به اصلاحات اساسی زد.
ساخت مدرسه، بیمارستان، ارتش ملی و باز کردن درهای کشور به روی دنیا از اولین قدم‌هاش بود. عمان در اون زمان فقط 2 کیلومتر جاده آسفالت داشت، ولی الان یکی از بهترین شبکه‌های جاده‌ای جهان رو داره. سلطان قابوس بعد از حدود نیم قرن حکومت در سال 2020 از دنیا رفت. اون هیچ فرزندی نداشت و در نامه‌ای وصیت کرد پسرعموش هیثم بن طارق به عنوان جانشینش انتخاب بشه. سلطان هیثم چشمانداز جدیدی برای آینده عمان در نظر گرفت. کاهش وابستگی به نفت، توسعه گردشگری، جذب سرمایه خارجی و تقویت آموزش و نوآوری از مهمترین برنامه‌هاییه که تو چشمانداز 2040 عمان مطرح شده. پس بیایین سفرمون رو از مسقط پایتخت عمان شروع بکنیم. وقتی وارد مسقط میشین توصیه من اینه که از همون فرودگاه ماشین اجاره کنین، چون سیستم حمل و نقل عمومی تقریبا وجود نداره و برای رفت و آمد تاکسی خیلی گرونه. مسقط بزرگترین شهر و پایتخت عمانه. جمعیتش حدوداً 1,300,000 نفره. این شهر تو خلیج عمان قرار گرفته و کوه‌ها و بیابون‌ها کاملاً احاطه‌اش کردن. عمان طبق فرمان سلطنتی آسمون خراشای بلند نداره که به نظرم خیلی هم خوبه، چون چشمانداز شهر به خاطر برجا و آسمون خراشا از بین میره. ارتفاع ساختمونا تو اکثر سازه‌های جدید نباید بیش از 40 متر باشه. مسقط 50 کیلومتر ساحل داره و از چندین منطقه تشکیل شده. مطرح یکی از منطقه‌های تاریخی و قدیمی و احتمالاً شناخته شده ترین بخش مسقطه. جاییه که میتونید قدیمی ترین بازار جهان عرب رو به نام سوق مطرح ببینید. این بازار با معماری سنتی و مغازه‌های رنگارنگش یکی از جاذبه‌های مهم برای گردشگریه. توی این بازار میتونید انواع صنایع دستی، جواهرات، ادویه‌جات و منسوجات محلی رو پیدا بکنید. این بازار تو قرن 18 میلادی ساخته شده و در طول زمان به عنوان یکی از قطب‌های تجاری و فرهنگی مهم توی عمان شناخته میشه. ساحل مطرح لنگرگاه کشتی‌های کروز و همچنین کشتی اختصاصی سلطانه. یکی دیگه از جاذبه‌های این منطقه کاخ سلطانه. این کاخ یکی از 6 اقامتگاه سلطانه که بیش از 200 سال قدمت داره و در سال 1972 بازسازی شده و به اقامتگاه سلطنتی تبدیل شده. اجازه ورود به کاخ رو ندارید، ولی میتونید تا دم دروازه برید و عکس بگیرید. جالبه که با وجود حساسیت این منطقه هیچ جای اینجا دوربین نداره. و یک نکته جالب دیگه که اگه پرچم کاخ بالا باشه به این معنیه که سلطان توی کاخ حضور داره. تعداد زیادی مسجد توی عمان هست که بزرگترینش مسجد سلطان قابوسه. این مسجد 416,000 متر مربع مساحت و ظرفیت 20,000 نمازگزار رو داره. کف این مسجد با یک فرش یتیکه که از 1,700,000,000 گره تشکیل شده پوشیده شده. وزن این فرش 21 تن و 4,347 متر مربع مساحت داره. این فرش بیشک هنر دست ایرانی است. طراحی این فرش الهام گرفته شده از گنبد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهانه. تردد تو شهر مسقط آسونه چون ترافیک زیادی نداره. بزرگراه سلطان قابوس یه بزرگراه اصلی تو مسقطه که موازی ساحل حرکت میکنه. مسقط به سرعت در حال رشده و محله‌های مدرن و جدیدی داره مثل موج، محله موج.
خب اینجا منطقه موجه که یکی از بهترین منطقات عمانه که یه سری خونه‌های ویلایی داره، یه سری خونه‌های آپارتمانی. دریام که همین بغله، درسته؟ بله. بذاره با ادایی. ساختموناش هم که اینجوریه. شهرک خوشگلیه. این مصنوعیه؟ آره. توش کردم اونا. این برج مخابراتیش. اینجا هم دریاشه که ساحل اختصاصی داره، فقط ساکنین اینجا میتونن بیان. موج یه محله آروم و شیک با ساحل اختصاصی تمیز که پر از رستوران‌های جذاب و هتل‌های 5 ستاره است و جزء معدود محله‌هاییه که خارجی‌ها اجازه دارن تو اینجا ملک بخرن. یکی دیگه از محله‌های جذاب و شیک تو عمان شهرک مسقط هیلزه. این شهرک دروازه‌ای به سوی زندگی لوکس و مدرنه. یک مجتمع مسکونی و تفریحی رو دامنه‌های کوه‌های حجار و مشرف به شهر مسقطه که به خاطر طبیعت بکر و چشمانداز خیره کنندش به یکی از مطلوب ترین مکان‌ها برای زندگی تو عمان تبدیل شده. زمین گلف این مجموعه رو یکی از مشهورترین طراحان زمین گلف در جهان به نام گرگ نورمن طراحی کرده. توی عمان شما دائما از بوهای شگفت‌انگیز سورپرایز میشید. چرا؟ به خاطر تولیدات این کارخونه معروف عطرسازی آمواژ. آمواژ تو سال 1983 با کمک متخصصان فرانسوی تو کشور عمان و شهر مسقط شروع به کار کرد. مؤسس برند آمواژ آقای حمد بن حمود البوسعیدی که مشاور ارشد سلطان قابوس هم بود، با کسب اجازه از سلطان برای انتقال سنت و آداب و رسوم مردم عمان، نشانه‌ها، نقش‌ها و رایحه‌های سنتی این کشور رو تو عطرها و بسته‌بندی‌های خودش به کار گرفت. حمد بن حمود البوسعیدی در سال 2002 در 83 سالگی از دنیا رفت و در حال حاضر این کارخونه توسط فرزندان ایشون مدیریت میشه. بله، بفرمایید امیر آقا. میگم دوستای آقا سهیل، اینجا یکی از افتخارات عمانه که معروفترین و خوشبوترین عطر دنیا که آمواژ باشه تولید عمانه. دنیا معروفه اصلا کلا. این عطر گرونترین عطر هم هست دیگه. بقیه عطر 40 ریال این تازه 50 ریال. رایحه‌هاش همه چیش قشنگه خودش. تا این نوشته که 1983 این قدیمی ترین پکیجشونه. این اولین عطری بوده که تولید شده به این شکل بوده. الان مثلا دراش آهن رو داره. طلای 24 عیار هم هست. 24 عیار داره. بله. دقیقاً همینی که اینجا می‌بینیم. اینم دوباره طلای 24 عیاره. اینم 24 جعبش طلای 24 عیاره. لواش لواش دیگه رفتن تو کار شیشه. آره دیگه. این چیزه، این 1988 نوشته که نسل بطریام اومده. این شیشه‌اش تو فرانسه با دست ساخته شده، اینا عطر استفاده کردن. این شیشه معروفش که هست از 2007 اومده. این مثلا تو آرسی هم استفاده شده. این درش می‌بینی خمره‌ایه. مثلا ایده گرفتن از مسجد بزرگ سلطان که می‌بینی سقفش گنبد داره. آره اینجا هم نمیشه که مثلا الهام گرفته شده از این که اینو ما ساختیم که در مثل گنبد سلطان قابوس می‌مونه. بذار وانیلش رو ببینیم. این که عشق وانیل دارم ببینم واقعا. همش خیلی خیلی داره انگار. این بوده نفتالین میده تو کابین. مواد اصلی که تو ساخت عطرهای آمواژ استفاده میشه مشک، ادویه‌جات، گل‌های شرقی و گل‌های محلی و کندره
که کندور یکی از نوت‌های پرمصرف تو ساخت عطرهای این برنده. اینجا بهش میگن عود، همون کندوره اما بهش میگن جواهر عمان، جواهر طبیعی عمان. اینا همون کندوراست، اینا همون گلاست. ما این احتمالاً عصاره‌ش رو میگیرن. اسانس اولیه تو فرانسه ساخته میشه و به عمان فرستاده میشه که بعد از انجام فرایندی ماده معطر حاصل 8 هفته وارد دوره کهنگی میشه. کارخونه آمواژ افتخار همکاری با یکی از مشهورترین و معروفترین عطرسازان دنیا به نام حمید مرآتی کاشانی رو داره. حمید مرآتی کاشانی در آلمان از یک پدر ایرانی و مادر آلمانی متولد میشه. دوران کودکی خودش رو تو ایران در اصفهان و کاشان در مزارع گل میگذرونه که همین امر باعث علاقه اون به عطرسازی میشه. عطرهای مشهور و محبوبی مثل پگاسوس، لیتون، پرسیوال از موفق ترین ساخته های اون هستن. یه چیزی که برای اولین بار تجربه کردم و خیلی باهاش حال کردم سیستم درایو ترو مکدونالد بود. اینجا مثل خیلی از کشورهای مدرن فقط کافیه با ماشین بری جلو، سفارشتو بدی و بدون اینکه پیاده بشی جلوتر سفارشتو تحویل بگیری. تجربه‌ای که برای لحظه‌ای حس می‌کنی وسط یه فیلم آمریکایی هستی. ما هر شب مکفیز سفارش میدادیم. آب میوه‌ای که طعم بهشت میداد. Give me one McFizz passion fruit and one McFizz cherry. One passion and one cherry, right? Yes, McFizz. Okay. اینم مبلغمون بچه‌ها. Okay, we will come to the next station, huh? Thank you. We'll see you. American style. How are you? Thank you. اینجا حساب می‌کنی؟ میری اونورم تحویل میگیری. پیک اپ استیشن. Thank you very much. Thank you very much. میریم مکفیزامون رو تحویل بگیریم که چیز خوشمزه. Hi, how are you? Less ice, right? Less ice and thank you very much. Good evening, good morning, good afternoon. Maybe we cannot see each other. Goodbye. این مکفیزامون سریع آماده شد. American style. آسل این پشن فروت است. اینم که چریمونه. شب‌های عمان از اون شباست که دلت نمیخواد تموم بشه. یه جوری همه چی آروم و خوشگله. عمان واقعاً یه تجربه خاصه. نه صرفاً برای دیدن، بلکه برای حس کردن.